سلام بیننده گرامی، برنامه اخباری آزادی را با آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان من مومین احمدی برندگی میکنم. امروز 5 ایول است. در برنامه این گزارش ها را داریم. دبیر کلی سازمان ملل و رهبر چین به تاجیکستان رفتند. آنتونیو گوترش و سی جین پین با امامعلی رحمان درباره چی گپ زدند؟ در ایران دور دوم انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت. انتخاباتی که بیزاری مردم از حکومت را نشان داد. بحث 5 کیلو طلا در خوجند. یک خانواده از بانک ایمان طلب دارد که دارایی‌هایش را پس دهد. گفتن که آقا جان گیره نکنید، دادگاهی نکنید، همون طلاهای کیل نتونه اکت کارگر ما دزدوب رفتگی گفتن. آنتونیو گوترش دبیر کلی سازمان ملل متحد امروز در دوشنبه با امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان دیدار و ملاقات کرد. دو طرف درباره مسائل بین المللی و بخصوص مبارزه با تروریسم و افراطگرایی گپ زدند. در آستانه سفر دبیر کلی سازمان ملل، مخالفان حکومت تاجیکستان از او خواستند در ملاقات با امامعلی رحمان مسائل زندانیان سیاسی، بازداشت‌های خودسرانه و فشار و اذیت نزدیکان فعالان سیاسی را مطرح کند. دوشنبه امروز میزبان یک مهمانی عالی‌قدر دیگر سی جین پین رئیس جمهور چین بود و گزارش همکارم علیشیر ظریفی در همین باره است. در جریان سفر رئیس جمهور چین به تاجیکستان برعکس دفعه‌های پیشین مقامات تدابیر امنیتی را سخت تقویت دادند. در برخی از خیابان‌های دوشنبه موقتاً حرکت نقلیات محدود گردیده، مقامات قبلا از ساکنان ناحیه‌های اطراف خواسته بودند که به ضرورت با ماشین‌های خود وارد پایتخت نشوند. همچنین کلانترین مرکزهای تجارتی از جمله بازارهای کاروان، کشانیان و مرکز سودای صدبرگ تعطیل هستند. در مسجد مرکزی دوشنبه امروز نماز جمعه برگزار نشد. ریاست کارهای داخلی در شهر دوشنبه در خبرنامه گفت که بنا بر سبب‌های عذرناک نماز جمعه در این مسجد خوانده نمی‌شود و مردم باید نماز جمعه را در مسجدهای دیگر ادا نمایند. سی جین پین شب گذشته وارد پایتخت تاجیکستان شد. در فرودگاه بین المللی دوشنبه امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان او را پیشواز گرفت. سفر رئیس جمهوری چین تا 6 ایول در تاجیکستان ادامه خواهد کرد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان قبلا گفته بود که رهبر چین به غیر از ملاقات با مقامداران بلندپایه در چهاره‌بینی‌های رسمی شرکت می‌کند. تخمین می‌رود که سی جین پین در مراسم افتتاح بنای نو حکومت و پارلمان تاجیکستان شرکت کند. این دو بنا با کمک مالی چین ساخته شده است و قیمت آن را بیشتر از 2 میلیون دلار گفتند. در سالهای اخیر چین به بزرگترین سرمایه‌گذاران طرح‌های اقتصادی تاجیکستان تبدیل شده. حالا دوشنبه از اکسیم بانک چین بیش از 1 میلیارد دلار قرضدار میباشد. شرکت‌های چینی اساساً به استخراج معدن‌های نادر و گرانبها در تاجیکستان مشغولند. قرار است در جریان سفر سی جین پین سازشنامه‌های نوی همکاری به امضا برسد. اقتصاددانها بارها از پایبندی سخت تاجیکستان به قرض و کمک‌های چین هشدار داده و گفتند که با ادامه چنین وضع کشور وابسته میل و اراده‌های سیاسی این همسایه کشور بزرگ خواهد شد. یک خانواده در ولایت سوخت با بانک ایمان اینترنشنال بر سر 5 کیلو طلا بحث دارند. این خانواده ادعا دارد که چند سال پیش 5 کیلو طلا را در بانک به گرو گذاشتند ولی بانک دیگر آن را پس نداد. بحث طلا یک عضو خانواده و یک کارمند بانک را به زندان برد ولی مشکل حل نشد. تفصیلات در گزارش فرزان محمدی. خانواده عائله راوپوفا با نیت تجارت بیشتر ماه ایون سال 2020 بیش از 5 کیلوگرم طلای خالصشان را به تشکیلات امانتی قرضی خرد ایمان اینترنشنال به گرو گذاشتند و در عوضش 240,000 دلار آمریکایی مبلغ قرض گرفتند. مدینه جان راوپوفا و شوهرش محمد جان راوپوف میگویند از بس که حجم طلا زیاد بود آن را طبق مقررات به نام چند عضو عائله گذاشتند و مسئولان تشکیلات همه شرطنامه ها را تصدیق کردند. ولی بعدی تقریبا 2 سال بین میزاج و قرض دهنده بحثی سر میزند که تا حال ادامه دارد. چند بار بانک رفتم، طلامو نشان گفتن نشان ندادن. اگر وای طلا نمی بود فکری غرض می داشتیم همین کیتنس نمی گرفتیم که برای 2 میلیون بانک وضاحت کردگی. ماه اکتبر سال 2022 مدینه جان راوپو و یک کارمند ایمان اینترنشنال را مقامات انتظامی در پیوند به این بحث بازداشت می کنند.
بعد 5 ماه بازداشت، دادگاه شهر خوجند مدینه جان رئوپووا را با اتهام تصرف پول و مالی به کردیت داده شده و ساخته‌کارانه تیار کردن تمغه‌های باج اکسیزی، مارکه‌های مخصوص یا علامت‌های مطابقت و یا استفاده آنها گناهکار دانست و 11 سال روانه زندان کرد. کارمند تشکیلات که به عائله رئوپووا در عوض طلا مبلغ داده بود، دادگاه با گمان غیرقانونی دادن کردیت و دیگر اتهام مانند به این 12 سال حکم زندان داد. حالا هر دو محکوم شده بر عوض جریمه از حبس رها شدند. ولی این عائله ادعا دارند که ایمان اینترنشنال مقررات بانک ملی را در مناسبت با شرطنامه میزاج پایمال کرده است. معمایی که ذهن آنها را بند می‌دارد این است که چرا در وقت قبول طلاواری چنین شبهه نبود و بعد 2 سال این مسئله رو زد. نه کشادگیشون دیدم، نه طلا دیدم، نه بوژتری دیدم، لیکن گردن منبع همه نموندند. گفتن که آقای جان گیره نکنید، دادگاهی نکنید، همون طلاهای کیل نتونه حتی کارگر ما دزدو برفتگی گفتن. مدینه جان رئوپووا به اکثر زینه‌های حقوقی عاید این مسئله مراجعت کرده است ولی میگوید مرادش حاصل نشده است. اکنون به گفته این خانواده مسئولان تشکیلات در عوض مبلغ‌های هنوز پرداخت نشده 2 حوله پیوندان محمد جان و مدینه جان رئوپووا را می‌خواهند بگیرند. 2 میلیون فایز گرفتم. 5 کیلو طلا گرفتم. اسکواتر که می‌خزونیم. وای که دیوای می‌کنیم فقط با تهدید. مسئولان تشکیلات امانتی قرضی خرد ایمان اینترنشنال در جواب رسمی به مراجعه خبرنگار رادیو آزادی نوشتند که در اساس سنجش نقشه‌ای نارسایی اموال به گرو گذاشته این قرضگیرنده را آشکار کرده و به صلاحیت مقامات تفتیشاتی گذاشتند. در رفت مرافعه دادگاهی مدینه جان رئوپووا و کارمندان تشکیلات که نسبت آنها پرونده جنایتی آغاز شده است ضرری رسانیده شده را برقرار کردند. عین زمان مدینه جان رئوپووا و اعضایان عائله‌اش در نزد ایمان اینترنشنال قرض ندارند. آمده است در ادامه نامه. بحث بانک‌های قرض دهنده و امانتگذاری تاجیکستان با میزاجانشان مسئله نو نیست. در پیوند به این ده‌ها شهروندان کارافتاده از ناعدالتی و رعایت نکردن شرطنامه داد و گرفت نسبت بانک‌ها به مقامات‌های ضد دخل مراجعت می‌کنند. اما به گفته آنها نه همیشه می‌توانند که حق خود را ستانند. برنامه را با گزارشی از ایران ادامه می‌دهیم. در ایران دور دوم انتخابات پرزیدنتی آغاز یافت چون در دور اول در روز 28 میون هیچ کس به قدر کافی رأی مردم را به دست نآورد. انتخابات پس از مرگ ابراهیم رئیسی پرزیدنت سابق ایران اعلان شد که ماه می در نتیجه سقوط چرخ بالش در ایران به هلاکت رسید. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم طاهری سفر. در دور اول انتخابات که کمتر از 40% مردم در آن شرکت کردند، مسعود پزشکیان وکیل مردمی و سعید جلیلی مذاکره کننده سابق اتمی رأی بیشتر مردم را به دست آوردند. جلیلی یکی از مشاوران آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران و از حلقه محافظه‌کاران اشدی است. مسعود پزشکیان که از سال 2008 وکیل مردمی است، از سال 2016 تا سال 2020 معاون رئیس پارلمان بود. آن زمان اکثر کرسی‌های پارلمان ایران در دست وکیلان و نمایندگان معتدل و یا اصلاح طلب بود. پزشکیان شیوه‌های مجبور کردن زنان به پوشیدن حجاب را تنقید کرده و خواهان مذاکره با کشورهای غربی است. عین زمان از نظام اسلامی در ایران حمایت می‌کند و گفته است که در صورت پیروزی در انتخابات سیاست‌های خامنه‌ای را پیروی خواهد کرد. در دور اول انتخابات بیشتر از 10.5 میلیون نفر به طرفداری مسعود پزشکیان رای دادند و سعید جلیلی رای 9.5 میلیون کس را به دست آورد. با وجود دعوت‌های آیت الله علی خامنه‌ای برای شرکت در انتخابات، 60% مردم برخوردار از حق رای در این کارزار شرکت نکردند که این را یک علامت بیزاری مردم از نظام اسلامی می‌دانند. طرفداران مسعود پزشکیان سعی کردند آنهایی را به انتخابات جلب سازند که این کارزار سیاسی را بایکوت کردند. آنها می گفتند که آمدن سیاستمدار تندرو به مثل جلیلی و حکومت سبب سرکوب بیشتر مردم و در انزوای بیشتر ماندن ایران می شود. طرفداران سعید جلیلی از پزشکیان کسی را جلوه می دادند که نسبت به کشورهای غربی نرم است و پیشرفت ایران را به همکاری‌های خوب با آن کشورها
وابسته می سازد. دیگر اندیشان ایرانی در خارج مردم را تشویق می کردند که در انتخابات اصلا شرکت نکنند، زیرا کارزار آزاد و عادلانه نیست و انتخابات های گذشته هم هیچ تغییر در کشور نآوردند، چون سخن نهایی در سیاست های ایران از علی خامنه ای است. اگرچه رئیس جمهور در حکومت ایران فردی مهم است، اما در بسیاری از مسائل مهم قرار نهایی با خواسته خامنه ای قبول می شود. ابراهیم رئیسی پرزیدنت سابق ایران همراه با چند نفر دیگر از جمله وزیر امور خارجه روز 19 می در نتیجه سقوط چرخبال به هلاکت رسید. در این مرحله برنامه گزارشی از کلاب داریم. یک مقامدار بلندپایه ساحه تندرستی در کلاب با گمان استفاده از سلاح غیرقانونی و تهدید به کودکان بازداشت شده است. مقامات رسما بازداشتی باباخان عبدالرحمنوف مدیر شعبه تندرستی حکومت کلاب را شرح ندادند. منابع رادیو آزادی گفتند که عبدالرحمنوف به اوباشی عیبدار شده است. نظر خودی بازداشت شده و نزدیکانش دسترس نیست. محمود جان رحمتزاده تفصیلاتی بیشتر دارد. مقامات انتظامی باباخان عبدالرحمنوف سردار یکی از درمانگاه‌های کلاب و مدیر شعبه تندرستی حکومت شهر را با اتهام اوباشی بازداشت کردند. در دادستان کلاب گفتند که عبدالرحمنوف بر طبق ماده 237 کدکس جنایی یعنی اوباشی با استفاده از سلاح متهم می شود، اما از گفتن جزئیات بیشتر خودداری کردند. یک منبع آگاه از اداره پلیس کلاب گفت که عبدالرحمنوف یک هفته قبل در نزد حوض ماهیش با تهدید به کودکان از تفنگ شکاری به هوا تیرخوری کرده است. از این رفتار او به مقامات شکایت کرده اند و حالا تفتیشات معین میکند که اسلحه او قانونی بود یا نه. در دهه پختکار جماعت دهاتی کلاب حوضهای ماهی دارد. کودکان گرد و اطراف در آنجا آببازی میکرده اند. پیش از این خبرنگاران محلی بارها کارهای باباخان عبدالرحمنوف را به باد انتقاد کشیده بودند. هفته‌نامه پیک 30 دکبر از خصوصی گردانی مرکز برقرارکنی سلامتی اشاره کرد که مرکز را خود باباخان عبدالرحمنوف خریده است. طی یک کوشش باقرار سردار مرکز سلامتی شهری رقم 2 شهر کلاب باباخان عبدالرحمنوف بینای شعبه برقرارکنی سلامتی شهر را خصوصی کرده گرفته به مرکز دندان پزشکی تبدیل داده بود. با این حرکت سرور طبیبان شهر، مردم شهر و ناحیه کلاب را از یگانه چنین یک مرکز محروم ساخت، ذکر کرده بود مؤلفان مقاله. باباخان عبدالرحمنوف از سال 2015 سردار مرکز سلامتی رقم 2 و مدیر تندرستی شهر کلاب فعالیت میکند. او را چند بار از وظیفه گرفته و دوباره تعیین کرده اند. حالا بر اساس پرونده‌ای که باز شده است در صورت اثبات گناه با او از 5 تا 7 سال زندان تهدید میکند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب. برنامه را ادامه می‌دهیم. قرار مفتیات داغستان روسیه که پوشیدن نقاب را موقتاً منع کرده است بحث برانگیز شد. مفتیات داغستان گفته است که به سبب خطر به امنیت کشور این تصمیم را گرفتند. گفته نشده است که این چاره موقتی تا کی دوام خواهد کرد. مخالفان این قرار میگویند با این بهانه به دینداران محدودیت جاری میکنند. عبدالله سلیموف معاون مفتی جمهوری داغستان گفته است که منع پوشیدن نقاب برای زنان تا برطرف شدن تهدید به امنیت جمهوری و صادر شدن فتوای نو ادامه می‌یابد. تصمیم منع نقاب در داغستان پس از حمله مرگبار روز 23 ایون امسال گرفته شد. در چند حمله افراد مسلح به عبادتگاه نصرانیان و یهودیان و اداره پلیس در داغستان 19 نفر کشته و 4 نفر مجروح شده بود. سرگئی میلیکوف رهبر داغستان گفته بود که تروریستان می توانند زیر نقاب زنان پنهان شوند و پیشنهاد منع پوشش این نوع لباس را کرد. داغستان یک جمهوری مسلمان نشین روسیه است و اکثر ساکنانش مذهبی هستند. پلیس دوشنبه میگوید بعد پخش نواری زناشویی 3 زن در شبکه‌های اجتماعی 1 زن و دخترش را بازداشت کرده است. نواری مذکور شام 4 ایول در شبکه‌های اجتماعی پخش شده و واکنش‌های زیادی را به میان آورد. در ویدیو دیده می شود که 2 زن یک زن دیگر را میزنند و کودکی در نزدشان گریه دارد. رئیست کارهای داخلی دوشنبه گفت سفرگل سفرعلی و 34 ساله و دختر 14 سالش را دستگیر کردند. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خدا نگهدار شما.